تاجیکستان به تئاتر یک نگاه خاصه داریم. خب میگوییم که تئاتر باید این خیلی باشه. احساس نمیکنی که فضای کاری شما در تئاتر کنی بودم که مونوپولیا را میموند؟ خودش همین آمدن یک کارگردان و قطعی تو یک نمایش مانه این علاقه مستر کلاس. پس یک دفعه تا که ما باید کارگردانی دعوتی که کار کنیم. برای چرا در میون فضای تئاتری تاجیکستان حتی مخلص پیدا نکرده شما؟ یعنی زنده بمونه بعدش، نمورد بعد دو بار. هم شما بگیرید هم چیزا این پرابلم اولیقلی نیست. از آن که نمایش‌های وای مثلا نمایش‌هایی که وای اینجا میمونه و بعد از 2 روزش میمرد، این مشکلی اولیقلی نیست. این مشکلی ما است که نمایش نگاه داشته نمیتونیم. از من یک تا گاب میگم کمتر معنی و آهنگ بیزه بوی بد میکنه. وایان خودشون نکردن اینه. کلاما برای وایها کار دادن. من روشون بهم میگم. نه درست. اینه میمونیم حتما قایچی نمیکنیم. خب اومده حتی رئیس ولایت کامرا و کاری بچه‌ها شما باید اینجا تئاتر ساخته میتیم میگید و بعد 2 روز میگم که بچه‌ها باید تئاتر نمیشود است اونجا. ما اول درود بگم با بچه‌ای که این ویدیو را هر وقتی که در صفحه یوتیوبی و شبکه‌های اجتماعی تئاتر کنی بودم میبینن یا شاید صفحه یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی ما و یک مسئله کوتاه بود در چایخانه بحث کردیم چون بحث‌های عادی مون در آشخانه و قهوه‌خانه گفتیم که بیاد میره بود پیش کامera بردیم در مورد تئاتر کنی بودم. فرجان غفورپور 2009 اینجا هنرمند تئاتر کنی بودم. دانشگاه صنعت ختم کردم. تجربه کارگردانی دارم. دلیل ممالی 2012 شعبه اکتوری اینستیتوت صنعت ختم کردم. یک تجربه در گروه تئاتر نگاه نو دارم. و سال 2012 فعالیت تئاتر کنی بودم که شناسیم. یک سوال دارم اولتر از همه. 3 نمایش موفق 5 سال اخیر تئاتر کنی بودم برای من بگین. 3 نمایش موفق از کدام نگاه از کدام وای؟ به نظر شما موفق است این نمایش فرق نداره است. به نظر شما نمایش موفق اگر همچون نمایش‌های خوب بگوییم که نمایش‌های خوبی که شر نمی‌داری پیش یک نفر نشان دادن و گوییم که این نمایش تئاتر ما است یا این نمایشی که من بودم در این نمایش این نمایش‌های قابل قاری اشکانبه و سودی دیوندگان. خب پس می‌برای که 2 نمایش است از اولیقلی. عجیب که چرا وهوه بانوانه؟ وهوه بانوان هم هست موفق وقتی که درباره مرقم کم کرده درباره سطح هم نگفتیم اینجا مثلا قاری اشکانبه هست که وای خیلی مردمی شد میان مردم خیلی شهرت پیدا کرد و وای نگفته نمیشد. ولی عجیبیش همین است که چرا این نمایش‌های موفقی که شما نام میگیرین تقریبا اکثریتش برای 1 بار 2 بار خب حدود ماکسیمم 10 بار روی صحنه میرد. خب اینجا سبب بسیار خب سبب اول این عموما کم بودن خود اودیتوری همین شهر. چند هزار اهالی دارد میدونید؟ 200,000 اهالی دارد و چون در ما همه تئاتر به خودش نمیبیاد تو مردم باید به تئاتر بیاری و شماره اساسی تماشابینای تئاتر ما این بچه‌های خرد مکتبخانه و آدمای کلانسال به تئاتر جلب کردن کاری دشوار. یعنی فکر میکنید که اودیتور کم اودیتور کمترین این معنی رو نداره که نمایش شما با درد اودیتور نمیخوره. نه ما وایهای جلب کردن نمیتونیم. مثلا اگر ما یک نمایش کودکانه فرض کردیم تقریبا 100 مرتبه نشان دادیم نمایشی برای کلانسالای 10 مرتبه نشان میدیم و از این زیاد دیگر تماشابین آورده نمیتونیم. ولی 2 نمایش اولیقلی را گفتید که از 3 نمایش بهترین تئاترتون داخل میشه. فکر نمیکنید موضوع محتوا شکل پیشنهاد همین نمایش‌ها برای اودیتور شما نیست؟ من فکر میکنم که نمایش قابل برای همین اودیتوری است برای تاجیکستان است برای کنی بادام است و عموما برای به تماشابی اینجا فهما و بعد چرا خطا نکنم از 1 بار یا 3 بار زیاد نرفت این نمایش در صحنه؟ این نمایش 2 بار زیاد نرفت. خب سببش اینکه یکی از قهرمان‌های اساسی همین نمایش که نقش قابل اجرا میکرد
سلامتیش دیگر اجازت نداد که وای طولی 2 سال روی صحنه بود. یعنی وای گوشش محیدین مظفر مثلا سلامتیش اجازت نداد و از این سبب ما این نمایش نتونستیم باز کنیم. ببینید این منیجری یعنی کاری دیرکتوری خطا نبود، پیش بینی نکرد. مثلا مبلغ زیاد خرج برای نمایش، کارگردان از خارج دعوت شد، وقتی زیاد خطا دیرکتور نیست اینجا پیش بینی نکرد. من فکر میکنم که این مثلا همین سبب با این سببه که مثلا قابل دیگر روی صحنه نآمد، این سببی بود که هیچ کس نمیتونست پیش بینی کند. یعنی در نتیجه رپتیسیون ها که اونجا بسیار کار قهرمان وزنین بود و همون وزنینی حالتهای وای به سلامتی و تاثیر. همین یک نمایش است که همین یک سوال دیگه است که حضور دلنوزا کریمووا یک از پرنده‌های خیلی خوب و موفق بود که مادرش هم هنرپیشه است. روانشان شد. اومدن اون به تئاتر کنی بودم و اونم برای 1-2 نمایش اجرا کردن رفتن چی بود در این نمایش؟ این برای 1-2 نمایش اجرا کردن نبود. وقتی که ما مثلا پیش از کار ما مصلحت کرده بودیم، یعنی اپای دلنوزا راضی بود که هر باری که همین نمایش روی صحنه میاد اومده بازی کنه. یعنی دختری که الان در تئاتر هستن و اون وقت هم با 1-2 نفر زیادتر بود، بار این نقش برداشتن نمیتونستن. از دیدی کارگردان نه. از دیدی کارگردان. از دیدی کارگردان نه، کارگردان میخواست که مثلا برای همین نقش طلباتای خودش داشت. یک سوال عجیب است برای من که چرا محض اولیا قلی و وقتی اخیر تئاتر کنی بودم و شما تلاش میکنین که همیشه اولیا قلی باشه و تا جایی خبر دارم برای نمایش بعدیتون هم طریق آنلاین میخواین با اولیا قلی کار کنین. چرا اون کارگردانی دیگر نیست؟ البته چهارم نمایش میشه آینده. خب یکم سببش پیش از این من باید بگم که این میتونست هر کسی دیگه باشه. خب برای هم چرا اولیا قلی نه هر کسی دیگه باشه؟ چرا اولیا قلی؟ ما از اولیا قلی برای اون که ما الکه با اولیا قلی 3 نمایش کار کردیم و ما الکه همدیگری ما زبان ما میفهمیم، ما همدیگری ما نغز میفهمیم و برای مثلا ما یکی از سبب‌های جلب کردن اولیا قلی این آموزش است، رشد کردنی. فکر نمیکنید که تکرار میشه هم نمایشاتون و هم خودتون الان تکرار شده این دست؟ نه فکر نمیکنم، برای اون که من فکر میکنم که 1-2-3 نمایش نمیتونه توی مثلا همچون اگر مثلا تو همچون هنرمند خواهی رشد کنی تو یک دست در کار است که وای مثلا این کارگردان میاد قطعی تو کار میکنه حالی تو ناآموخته نمیدونن که قطعی تو باید چیکار کنه و تو البته باید کارگردانی دیگر دست چند نمایش باید کار کنی باید کارگردان به نظر خودت که میآموزی دیگه و تمام دیگه؟ اکنون من اینش نمیدونم اما همینش انیق میدونم که مثلا البته اولیا ما با اولیا قلی میدونیم که چیکار کردن ما در کار و یکی از طلباتای اولیا قلی هم در همین نمایش آنلاین همین بود که گفت که من دیگه وقتی کار نمیکنم، من همونهایی که کار میکنم که کار کردم و میشناسم و میدونم که چیکار کار کردم. فکر نمیکنید که تئاتر یک جای ایجادی است و همیشه باید هنرمند و عموما گروه در حال ایجاد و رشد باشد و همیشه باید در حال تجربه باشد و شما با اولیا قلی نمیتونید دیگه کارهای تجربه کنید؟ چرا تو من بگو که کدام نمایش اولیا قلی دیدی که مثلا در تئاتر کنی بودم و اینش بینش مانند تقریبا شکل پیشنهاد، شکل بازیگرا که زیادتر با بدن کار میکنند، شکل آرایش صحنه، شکل استفاده از موسیقی، شکل بندوبست نمایش، همش تقریبا در هم بر همی مانندن. من فکر میکنم که نه دلیل برای اون که شاید به نظر یک تماشاچی که یک بار نمایش میبیند همین خیلی نماید، برای اون که خواهی نخواهی حسنی خط هستید پاچر که همون آدم است. لیکن من فکر میکنم که این هر یک نمایشش از زمین تا آسمان همدیگرش فرق میکند، هر یکش مکتب دیگر، ژانر دیگر، در همه چیزایی که گفتی در مورد اجرایی هم در مورد موسیقی هم اگر خواهی من مثال میتونم بیارم فرق میکنه به نظرشون. به نظر چرا در میان فضای تئاتری تاجیکستان حتی مخلص پیدا نکرده شما؟ یعنی صنعت پیدا نشد و دیگرو طلبگار اولیا قلی نشدن بعد از نمایش شما دیدن؟ برای آن که یکمش سبب کلانش این که ما
در تاجیکستان به تئاتر یک نگاه خاصه داریم. خب میگوییم که تئاتر باید این خیل باشه. وقتی که میبینیم که کمتر دیگر خیل است، ما میگوییم که نه، تئاتر خیل نباید باشه. یعنی ما قبول کردیم، ما آماده قبول نیستیم، ما آماده نیستیم که دنیا، حالی ما این چیز با آماده نشدیم که دنیا دیگر شد. در دنیا بغیر از این تئاتر، نمودی تئاتری که ما در تاجیکستان داریم، میلیون نمودی دیگری تئاتری هست. این سوال اندازه که چرا دیگرها طلبکار نشدن که با اولیو قلی کار کنن دیگر تئاتر تاجیکستان؟ تو من به سوال که چرا دیگرها طلبکار نشدن که با یگان کسی دیگر کار نکنن؟ اولیو قلی نه، هر کسی دیگر. ولی ببینید که خب موفق ناموفق، مثلا علیم جان سلیموف زیاد میاد، خطا نکنم اگر در گفتن فامیشنال ازبکستان میاد کار میکنه. خب تئاتر خوجند هم همین تجربه را داشت. تئاتر قرغون تپه هم از کجا یک رژیسور آورد؟ کیهای آورد؟ یعنی همون های را آوردن که وای ها به قول خودشون همون استیل خودشون، یعنی وای ها یگان نوگانی نخواستن، یگان همون چی خیلی که میخواستن، همون آدمایی که آمدن در همون در یک دگ میجوشن به قول. بعد فکر نکنید که شما ملکه با اولیو در مثل یک دگ شده گید و شاید آینده در فکر کارگردانی نو بافتین. این حتما ما علاقه نقشه داریم و ما علاقه حتی صحبت کرده شدگی دو تا سه تا کارگردانای دیگر خارجی همش خارجی. چرا کارگردانی تاجیک نه؟ کی؟ مثال سلطان عثمانوف، نوزمیلیکوف، بارزا عبدالرزاق، مثال اینا بودی. راستش گویم ما اصلا در نقشه داریم که مثلا با اکی برزو، با اکی سلطان، با اکی ناظم کار کنیم و حالی همین فرصت نرسید. نمیدونم که این چی شد، حالی همین ویامو نشده است. یعنی نقشه هست؟ البته نقشه حتما. یک سوال دیگر، چرا ایده و لایحه های خوبی که تئاتر کنندگان راه اندازی میکنه و حتی بسیارش خب باری اول در فضای تئاتری ریالی میشه، بیننده کم پیدا میکنه در فیسبوک، مخاطب کم. همیشه ما میبینیم حدود 10-15 کلاس 4 کامنت از این زیاد نمیگیره. من عجیب همین یک چیزی عجیب، مثلا ما در وقتی که در همین فیسبوک تئاتر کنی بودم یک چیزی تئاتر میپرتیم، همین یک 10-15 کلاس میگیره. و اگر یک چیزی عموما به تئاتر ربط نداشته پرتایم در همینجا یک کلاس میگیره. از این میبراید که عموما تئاتر، موضوعی تئاتر به مردم عجیب نیست و مردم وقتی که همین در لنتشون میبینن که تئاتر همین خیلی تستر میگذارن. همچنین یک بچه موسیقی که دنیا دیده و چند تا مستر کلاس رو به نظر باید چیکار کنیم که یعنی دقت مردم جمع شد و کلاس زیاد شد و توجه زیاد شد به قول در اینترنت. این البته یک نکته زیر میکنی خیلی میشد نه، این یک معرکه، این باید به واسطه حشر این کار به هم آورده شود. فقط یک تئاتری کنی بدم یا یک نفر یا یک تئاتر این کارو کار نمیتونه. این کارو باید همه کسا کنیم و من خیلی خرسندم که دیگر تئاترها این کارو کم کم سر کردن. یعنی در اینترنت صحیفه خودشون پیدا کردن. احساس نمیکنی که فضای کاری شما در تئاتر کنی بدم یک مونوپولی را میمونه؟ یک گروه پیدا شده است و فقط با گروه اطرافی خودشون لایحه‌هاشون عملی میکنن. در تئاتر کنی بدم. بله. شاید همین خیلی باشد برای آنکه مثلا ببین من فکر میکنم که این دیگر خیلی بده نمیتونه. مثلا فرض کنیم من قطعی تو یک کار کردم و ما هم دیگر زبان ما فهمیدیم. ما یک کار به خوبی انجام داده توانستیم و اگر من یک کار دیگر بگیرم من باید انتخاب کنم یا با نفری که علاقه همین کار من انیق میدونم که این کار خوب به انجام رسونده میتونم کنم یا اینکه در هر یک کارم یک باره اکسپریمنت کنم، هر یک تا آدم و سنجیده ببینم. ولی یک چیز عجیبه برای من که شما مثلا در این هم میگید که ما عادت کردیم یعنی با یک کاری دیگر شناختیم آموختیم و اولیو قلی هم همین خیلی گفته تقریبا. فکر نمیکنید که اینجا یک من با میگم یک جای ایجادی از یک کارخانه استحصال موزه نیست که دیگر عادت شد همین قالب و حتما همین گونه موزه باید بود. موزه باید دیگرگونه شود یک وقت. حتما ما کوشش میکنیم که همیشه دیگرگونه باشد دنیا. و از آن که ما فقط اولیو قلی که کار میکنیم این معنی اون نداره که ما فقط یک خیل شتامپ میزنیم. اکرای نمیریم، ما خودمون هم فکر میکنیم که ما هر یک کار ما دیگر گونه است. سببی با اولیو قلی کار کردن ما همین است که ما برای همون سطحی تا اونجایی که مثلا میخوایم خودمون مستقلانه راست ایستاده توانیم
تا راست ایستادن یاد گرفتن میخوایم که از نفر یاد گیریم که الکای وای میدوند که به ما چه یاد دادن و ما الکای میفهمیم و یک گپشه که چرا چیزی که او یاد میتید باید همه شتامپ باشد و همه بالا و قانون باشد. کی گفت که شتامپ؟ نه میگه که ما از نفر میخوایم یاد بگیریم که وای میدوند که برای ما چی یاد میدید و این چیزا. شاید مثلا راهی که اولیاء قلی شاید برای مثال ببین دلیر این یک وای است، یک زمان هست، یک وقتی هست که تو مثلا فرض کنیم یک کارگردان مثلا در همین آموزش فیلم هم همیشه میکنم یک کارگردان کینوش سر میکنم همین کینوهاشو تماشا میکنم و بعد من همین آدم میآموزم و بعد میگیرم دیگر کارگردان سر میکنم خوب عمرتون کافی میکنه که یک کارگردان دیگه با کلی بیاموزین و بعد کارگردان دیگه که سر کنه. خوب نیست که هر کارگردان یک نمایشی کار کنه رپرتوارتون بای میشه. من گفتم که هدفی ما رپرتوار بای کردن نه، هدفی ما خودمون پیش از همه رشد دادن برای اینکه ببین تا کی ما باید کارگردانی دعوتی که کار کنیم. عجیب این که پس مردم چی گناه دارد اینجا که شما برای خودتون پول صرف میکنید، برای خودتون وقت صرف میکنید و نمایش‌هایی میمونه که برای خودتون است. زریفل از شما هیچ نمیگیره. چوه؟ خب خیلی تا نمایشتون که مردم ما برای مردم همون نمایشایی که برای مردم به درد مردم میخورد ما نمایشای پیشنهاد میکنیم در رپرتوری ما هست این نمایشات. شرط نه خوب نیست که همینا رو به شکل ماستر کلاس بگذارین همین کاری که مثلا استاد میکنه. ببین دلیر ما در دو سمت کار میکنیم آشنا. ما مثلا با اولیاء قلی کار این حاضر تو چنان گابزه ایستاده که تولی چند سال اخیر ما بغیر از اولیاء قلی دیگه هیچ کسی کار نکردیم. از سه نمایش موفق دو تاش از اولیاء قلی آخر ببین این من درباره سطح نمایش های گابزه ایستادم که پیش یک خارجی پیش هر کسی دیگر شرم نمیداره. خاص معنی امر که یعنی ما برای تماشاچی خود ما همون نمایشی که وای میفهمه نشان دادیم و در رپرتوری ما هست میتونی ببینی. شما ماستر کلاس کار میکنید؟ کی؟ شما. ما ماستر کلاس برای خود ما ماستر کلاس کار میکنیم و من چندین ماستر کلاس ها رفتم و من همین انیق میدونم که ماستر کلاس اونقدر چیزی نمیتید. از چی میتونه شما زیادتر بگیرید؟ نمایش کار. نمیشد که هم اول ببینید خودش همین آمدن یک کارگردان و قطعی تو یک نمایش مانه این علاقه ماستر کلاس است. نمیشد که همون نمایش‌های را در این برابر انتخاب کنیم که زنده بمونه بعدش نه مراد بعد دو بار هم شما بگیرید این پرابلم اولیاء قلی نیست. از آن که نمایش‌های وای مثلا نمایش‌هایی که وای اینجا میماند و بعد از 2 روزش میمیرد این مشکلی اولیاء قلی نیست. این مشکلی ما است که نمایش نگاه داشته نمیتونیم. پس نه ببینید مشکل شما نیست، مشکل همون آدمایی که انتخاب میکنن. اول پیس شکل پیشون داره که اودیتور هم ناموخته تا کار میکنن. آشنا اودیتور آموخته مثلا استوری امات تو یکم زیادتر یک چیز فهم آشنا. ما در دو سمت کار میکنیم. مثلا تئاتر برای تماشاچی نمایش استحصال میکنند و این کارش میکند چخیلی که کردنش در کار و در برزم این تئاتر بغیر از اودیتوری محلی برای اودیتوری بین المللی کار میکنند و ما میخواهیم که آخر برای اونها این نمایش نمیشه برای دیگر چیز در کار. فهمیدم. مثلا برای این وقتی که شما نمایش اولیاء قلی را مثال میزنید که برای بیرون و برای اودیتور بین المللی فقط من اصولی دیوانگونه دیدم که چند فستیوال را نه وقت کنه که واه نه قابل سببی واه بانوان نرفتنش واه بانوان 13 آدم داره. 13 تا آدم بردن آوردن کام فستیوال راضی میشد که 13 تا آدم قبول کنه. برای وهم وگد 4 کس قبول کنه. بعد گریخ کاین چون نمیره. گریخ کاین چخیل رود وقتی که اکتوریش نیست. فهم. نمایش سالی بعدی که چرا در دوشنبه نمونده یا که دوشنبه نرفتین شما؟ کدومه؟ شما خودتون همچون برای کار در دوشنبه نموندید و یا نرفتید اونجا. من با کار بردیش. برای چی من باید دوشنبه برم؟ تو من به 5 تا سبب گفتی چرا من باید دوشنبه برم وقتی که در شهری من تئاتر. من یک سبب که میتونم بگم که نسلی از شما پیشتر تقریبا این تجربه شما را خوب کردن که اونا تو حد قربان این شهر و این تئاتر شدن که حالا از شهر بیرون کسی نمیشناسد اونا را و متاسفانه اون عنوان خوبم نگرفتن و ملت نشناخت در تاریخ ثبت نام مستحکم نشد. متاسفانه البته. یعنی تو درباره آن چیزی میگویی که فقط به شخصیت به خواهش‌های یک همون هنرمندا داخل داره. یعنی من فقط برای آنکه خودم ریالیزه بچه‌ام باید دوشنبه برم. اگر هر یک هنرمندی که همینجا تولد میشه و
آرزوی ریالیزovat شدن که به دوشنبه رود اینجا چی میشه؟ چوبا ممکنه همین خیل فضای در همین جا سازیم. باز من فکر میکنم که اینجا هیچ کمی نداره از دوشنبه. ببینید من درست میگم فضای کاری تون گاب نیست و عیناً همین گونه تجربه کاری را سالهای اخیر 80 و 70 نسلی از شما بیشتر کردن که استادای شما مثلا با بهادر یلداشov با توی بهرام کار کردن و مثل شما انقلاب‌های میکردن در تئاتر کنیم و دوشنبه میرفتن کسایی را مخ میکردن. ولی امروز همونا حتی از هنرمند شایسته از 2 نفر زیاد نرفت. مردم نشناخت. اینجا یک حادثه دیگر است. وایهان عین اوج کمالاتشان این سالهای آخرای 80 بود. خب و وایهان برای این حادثه های جنگ شهروندی بود که وایهان دیگه ریالیزovat نشدن و شکسته شدن. ولی ببینید که بچه‌ای که در کلاب و قرغان‌تپه باختر و خاروخ کار میکنن اونا هم گونه ناشناخته میمونن و حتی پیر میشن از صحنه میرن مردمی نمیگیرن که اصلا یک آرزوی یک هنرمند است در یک فیلمی درست مثلا دلیر جان من حاضر یک گپ میگم ممکن تو راضی نمیشی که هیچ کس که من راضی نمیشه مثلا برای من فکر میکنم که برای منی ایجادکار مهم نیست که من کدام عنوان میگیرم چند کس من میشناسه چند کس نمیشناسه مهم این که من از همین کاری که کرده ایستادم حاضر من خودم حلاوت میبرم از کاری کرده ایستادم لذت میبرم. ببینید یک خودفریبی است که ما برای خودمون میگیم و یک چیز ما میخواهیم نه ما پکره نمیری پکه یک دوم ما میخواهیم میخواهیم همین هنری ما همچون هنرمند پگاه در یک جا ثبت شود در یک فیلم در یک نمایش استاپ یا یک در یک جا نوشته شود ناممون در یک شهر نابود میشه بغیر از 4 همسایه هم محل دلیل تو حاضر دعوا داری که در دوشنبه سخت ریالیزovat میشه در اینجا نه. خب تقریبا از من یک گپ میگم کمتر معنی و آهنگ بیزه بوی بد میکنه. تو گو که همین سین و سالی مننگ اکتوری که در دوشنبه کار کرده است کدامش همون جاها و رفت که بچهای تئاتر کانیبادام رفت کدامش همون کارهای کرد که بچهای تئاتر کانیبادام کردن 5 سال اخیر. میتونیم تئاتر جانون مثال بزنیم که همکورسای شما هستن همکورسای ما وایان خودشون نکردن اینه کلانا برای وایها کار دادن من روشون بهم میگم نه درست اینه میمونیم حتما قایچی نمیکنیم. خب بحث سر این است که میتونه 3-4 سال پس همین هنر شما همین کار شما قدر نشده بمونه ثبت نشده بمونه در تاریخ اینش نیواژنه واژنه برای چی کار میکنید برای همین روز کار میکنم شرایط اقتصادیتون درست است شکایت نمیکنم اگر لایحه ها نباشد چی اگر لایحه ها نباشد یگان کار دیگر میکنم. یک سوال من در زمین داشتم که اگر لایحه ها نباشه در تئاتر میموندین شب و روز نه اگر در تئاتر حساب زندگی یافته نتوانم من مجبور میشدم در یگان جای دیگر حساب زندگی یابم. همین شب روز پروژه نباشه شما در تئاتر میموندید یا نه؟ من تو گفتم که اگر پروژه نباشد و دیگر واسطه که من حساب زندگی ما در تئاتر یافته نتوانم значит نمیموندم. بودم معنی را داره که یعنی значит شما برای خودتون زندگی میکنید برای تئاتر نه که مداورش خاطر بحث کردیسی. نه من برای تئاتر شب و روز کار میکنم وقتی که زمین что-то получаю. То есть این مسئله اقتصاد این یگان بحثش نیست این همه جان ده میخیل ایت نرماله یعنی بعد برای چرا برای اون تلاش نمیکنید که شما در جای کار کنید که برای شما بگاش شناسن شما را عنوان هنرمند مردمی دهن آشنا من به کامفورت نه همینجا یک سوال فکر کنید که تئاتر در شهر نیست در کنی بودم تئاتر نیست ما چرا بوی میتیم در شهری کانیبادام نیست تئاتر نیست در تئاتر بستن از پگاه دیگه تئاتر فعالیت نمیکنه تمام در همین شکلی که حاضر تئاتر فعالیت داره هیچ بوی نمیتید و در همین شکلی که مثلا 20 سال اخیر فعالیت کرده ایستاده است هیچ بوی نمیتید یعنی تقریبا از فعالیت کاری خودتون راضی نیستین از فعالیت کاری تمام تئاترهای تاجیکستان گفتم من فقط تئاتر کانیبادام هست دیگه رو قیاس نکنید فقط تئاتر کانیبادام درش بسته شده دیگه نیست قریب که هیچ تغییر نمیاد در زندگی مردم با هم خیلی پمیدار میخرن با هم خیلی میرن خواب میکنن با هم خیلی اینترنت میشینن فیسبوک به لایک میکنن بعد فکر نمیکنید که عمرتون بهوده صرف کردیستین نه خب دیگه برای کی کار کردیستین برای خودم آشنا ببین خودفریبی نیست خودفریبی نه ببین برای چرا باید ابیزت نه برای یگان کی کار کننده کار چون من باید ابیزت نه برای یگان کی کار کنم چون ممکنه یگان کار کنم که من همون لذت برم مثلا تاکسیش میرانه و فرقش نه و اون تاکسیرانی که تاکسی برای مسافر رو کار میکنه فروشنده یا سرتراش یا دارو فروش
برای کسی کار میکنند، هم مقاله برای کسی کار میکنند. شاید همون از همین کاری کردگیش لذت میبرم. مثلا همون دارو فروش میگه که من همین روز 5 کسب دارو فروختم و 5 تا آدم به یاردم کردم که وای سلامتیش درست کنه. اگر به کسبت همین نگاه از همین کامره نگاه کنی مثلا علاقه زندگی معنی پیدا میکنه. یک چیز دیگه برام عجیب است که چرا تئاتر کنی بودم کارگردانی دائمی ندارد؟ نه تمام بحث و مناظره های ما سرش هم همین برای اون که کارگردان تمام کار نمومد از چند سال آخر. یک تا دلیر آمد دلیر شکر جون داده. خب حاضر در روسیه است. چرا سهراب شیخوف اینجا نمیاد؟ متخصص همین شهر است. سهراب شیخوف یک جای دیگر به کار کرده است و یک جای دیگر به کار کرده است. چرا اینجا نمیخواهد به فکر شما؟ من فکر میکنم که نمیخواهد نه. وای جای دارد که وایش از این بهتر شرط و شرایط امکاناتش. تقریبا حدودی 4-5 سال میشد که علاقه نظام اداره تئاتر دست تیم شما و هم نسل شما. چرا در این مدت تلاش نکردین که از میان بچه‌ها کسی رفته حتما مکتب کارگردانی در جای 1 سال و 2 سال 3 سال خونه و حرفه‌ای شده بیاد این لینه را صاحب شود؟ انا همین فکر مثلا ما تا دیروز داشتیم کارگردانی خودمون در تیم خودمون و بعد فهمیدیم که دیگه نداریم. هرچند کارگردان یعنی حرفه‌ای نبود، خودمون بود. خوب نبود و این یک کاری هست، این یک کسب است که دلیر تو نمیتونی یک کسایی که مجبور کنی روی بگویی که تو خشت بیا گشته بیا و تو اینجا همش ویشی میشد. خیلی ویشی نمیشد. هیچ کس راضی نمیشد که همین ساهنده عذاب کشیده عمر به سر برد. چطور تو عذاب کشیده این کارا سر کردی چند سال اخیر البته دو تا نمایش سر کردی؟ من گفتم که یعنی ما فهمیدیم که اینجا نو فقط به این نزدیکی هیچ کس نمیاد. پکرانی میری با 5 سال آخر هیچ کی نمیاد. چون حالی 5 سال آخر به یگان نسل اسکانی بدن خانستگیش نه میسازه. کارگردانی به و ما همین فهمیدیم که باید دو تا وریانت داریم. یا همیشه باید هر کس دعوت کردن گیریم که اومده ما نمایش کنن یا باید خودمون از اون خودمون تربیت کنیم. همه خیلی شد. یک سوال دیگه، 3 نمایش موفقی که در 3 سال اخیر تو از تئاتر تاجیکستان دیدی؟ راستش بگم من ندیدم برای آن نه که نیست. من ندیدم برای آن که من در تئاتر تاجیکستان در دوشنبه نبودم و ندیدم. پرستوی سال گذشته تقریبا همه نمایش‌های خوب داشت. ما فقط پرستو همون روز میریم، یک روز پیش میریم، برآمدمون میکنیم گشته میبینیم. ما جا نمیتیم امکانیت نمیتیم که پرستو تماشا کنیم. تا جایی که میدونم یعنی تقریبا خودتون با راه‌ها و شرایط خودتون ایستاده بودین. کدام یک نمایش رو دیده بودین؟ یعنی هیچ کدامش خوشتون نمیاد؟ هاملت ما نمایش‌های هست که خیلی نمایش‌هایی که میخواهی بینی همین خیلی میخواستگی نمایش‌های میخواستگی ما میخواستیم بینیم ما علاقه ندیدیم برای آنکه ما گفتن که شما به مهمانخانه از چیسله فلاندم تا همون شما مهمانخانه نیست و ما مجبور بودیم تا فلاندم نرفتیم. فردوسی رو ندیدیم؟ نرفتیم فردوسی ندیدیم ترتیف ندیدیم وقتی کورس خود میکنند ندیدیم. خب دیگه نمایش رو ما ندیدیم به نظر ما البته. خب من گفته ایستادم که ما ندیدیم برای آنکه همین امکانیت نشد. این معنی اون ندارد که نیست ندیدیم. 3 هنرمند خوبی جوان که همسن سال ما از 35 سال پایانه. 3 هنرمند خوبی جوان بله در تئاتر. هنرمندا زیاد آشنا. من حاضر همشه یادم آورده نمیتونم برای اینکه من خودم حاضر نمایش دین 2 سال پیش چی نمایش 2 سال آخر من نمایشای ندیدم و من نمیدونم که 2 سال پیش چقدر هنرمندا کیها سبزیدن از چیزایی که من میدونستم مثلا از هنرمندای خوبی که من یادم هست اهل دین هم سبقتون اهل دین حسنف جوانان یک بچه هست در بای اهارون هم قهرمانای اساسی اهارون رو بازی میکنن مظفر فهمیدم از بچه‌ها که از آینی است
نمیدونم در درد عشق بازی کرده بود. نمیدونم کجا باز کرده دیگه است همون کدام بازش معقول شده بود و تئاتر خودم گفتم ممکن می‌بینیم با چه همون تاجیکستان شما همون تاجیکستان باشد این وای نه مثلا غیرت قدرت احساس نمیکنید که بینای تئاتر شما کوه نشده باید بر وقت بلندگور میشد و شما بینای نو میرفتید؟ اینا همه احساس میکنن. اینا هر آدمی آخرین میگه که هر کسی که تئاتر میگه با چرا اینقدر مبلغ صرف کرده تعمیر کرده است اینجا؟ برای اینکه ما همیشه انتظار بودیم، مثلا ما تو از سال 2019 هست که اینجا هستیم و ما همیشه انتظاریم که یک روز نقص ما تئاتر ساخته میتن پگاه اینجا ساخته میتن حتی پگاه اینجا ساخته میتن بس خود اینجا یعنی ما همین میلیون بار دیدیم که ساخته میتن آمده حتی رئیس ولایت کامرا و کاری بچه‌ها شما باید اینجا تئاتر ساخته میتین میگید و بعد دو روز میگن که بچه‌ها وای تئاتر نمیشود است اونجا دیگه چیز میشود است میگن و بعد ما فهمیدیم که یعنی این کار به این نزدیکی نمیشه و پیش ما دو تا وریانت هست تا آخر عمر انتظار شدن یا نو واسه از اون که کای اینجا ویران میکنه کای مهم میکنه همین جای اشتگی آباد کردیم. خب بیا موضوع دیگر ما براتون میخوام مثلا همین تابلوی تئاتر نمیشه از وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان در درآمدگاهتون ولی تو جایی که من میدونم مبلغ گذاری نمیشه تئاتر از حسابی وزارت و حسابی یعنی وزارت انیختارش برای چی؟ اکنون من نمیدونم برای چی لیکن چند سال پیش اینه همین تیم کس همین خیلی کرده موندگی که تئاتر خودی شهر مبلغ گذاری میکنند و خودی شهر تئاتر 100% مبلغ گذاری که نمیتونه. یعنی کدوم بخشش مبلغ گذاری؟ فقط برای شکست و ریخت پول میتید برای معاش پول نمیتید و ما مجبوریم که یک قسمی وی خودم معاشی کارگره خودمون کار کنیم. برای عجیب پس معاش از کجا میوید شما حسابی کنسرت و نمایشو؟ نمیدونید که وزارت برای چی پول نداد نپرسیدید دنبالش نرفتین نگاه این بسیار آدما بسیار تلاش کردن کراچی نتونستن نمیدونم جای کلیدی در کار یافتن نتونستن شاید. شما بخون یگانه تئاتری نه در تاجیکستان؟ ما در تاجیکستان یگانه تئاتری هستیم که 100% مبلغ گذاری نمیشیم خاص رشاد در وی خاص رشاد شدیم دیگه همه تئاتر 100% چی میشن مبلغ گذاری کنیم. با فکرتون با همین شکل تئاتر میتونه دورنما داشته باشه برای چند سالهای آینده زنده بمونه؟ من فکر میکنم که میتواند باشد برای اینکه بخشش میخوام میتواند همین و کند هرچند که این نجابت است این خیلی تئاتر در این شکل کم تئاتر میتواند که وی سطحی خودش نگاه دارد و همزمان پول کار کند. بسیار تئاتر میتواند وایبم بدل بیزنسمن بم بدل شود فقط به خاطر پول نمایش‌های ماند که پول کار کنند. یک بحث عجیب است برای تئاتر دوشنبه که وزارت یک وقت معین کرد هر تئاتر پلانی علاوه مبلغ میسپارد و فکر کنید ایده خوب است یا نه؟ تئاتر مبلغ جمع میکند با کجای میسپارد چند صد هزار تومان؟ من حاضر یک گپی بیزه میگم من فکر میکنم که این فکر خوب است. نه خوب است منم جانب دوره میکنم با حضور از بچه‌ای که در دوشنبه من فکر میکنم خوب است به خاطر چی؟ وقتی که فقط یگانه پرابلم این خوب است به شرطی که تشکیل هست که تشکیل تئاتر و از بین برده شود مجبوری از بین برده شود هر تئاتر کی تواند جلب کرده تواند اون وقت کنکورنسی حقیقی میشه. این مبلغ با برای رشد خود همین تئاتر باید صرف شود و بودجه شفاف باشد و حسابات هم پیش هنرمندا ده که ما همین سال همین 300,000 تومان برای فلان کارو صرف کردیم. اون وقت هنرمند میدونه که من اگر این سال 300,000 تومان کار کنم برای فلان بخش همین تئاترم صرف میشه. عموما من طرفدار اون که اگر به شرطی که همین خیلی وای باشد من دوست داشتم کاری و تئاترهای خصوصی در کشورهای مترقی البته. یک چیز دیگه است چرا در اون تئاترهای خصوصی نیست قریب کی؟ در ما بله برای آن که قریب عموما نیست
من فکر میکنم که تئاتر خصوصی نیست برای آنکه خیلی نمیخواهم که آدمای آزاد وجود داشته باشن که گپای آزادانه بگن. وقت دقیقه که برای موجود داشته 30 دقیقه، یعنی شما یکم زیادتر مونده بود. من 30 دقیقه مونده، بخشش میخوام. خلاصه وقت دقیقه که ما برای موجود داشته 30 دقیقه به انجام رسید و در ضمن این سلفایی که از طرف فرهاد جان میبینین اگر قیچی نشد بدونید این یک بیماری موسمی است که هر سال فرهاد میشد. این کرونا ویروس نیست، ربط نداره، خاطرتون جمع باشد و ما امیدوارم که صحبت‌ها رو ما برای با دیگر هنرمندای تئاتر میکنیم و شما در شبکه‌های اجتماعی و یوتیوبی کانی بادام میبینید. نگاه نکرده که اون هنرمند تئاتر کانی بادام هستن یا نه، من در دوشنبه همین دیگه پیگیری میکنم و همزمان در صفحه ما در یوتیوب و فیسبوک دلیل مالی. تمام؟ رحمان باشه.